سلام بچه ها، من با یه آموزش کیف فانتزی اومدم. این کیف برای وسیله خرده‌ریز مثل رژ لب و اینجور چیزا خوبه. میتونید شما سیم هندزفری و کابل شارژر و حتی ایرپادتون رو هم بذارید داخلش و این شکلی بندش رو بکشید و جمع میشه و وسایلتون داخل کیفتون گم نمیشه و راحت میتونید درش برید ازش استفاده کنید. پس با این آموزش همراه باشید. بچه مواردی که برای بافت این کیف فانتزی خوشگلمون لازم داریم رو توی قسمت توضیحات کپشن می‌نویسم براتون. برای شروع بافتمون یه گره میزنیم و اینجا 25 تا دونه زنجیر میزنیم. داخل زنجیره سوم یه دونه پای بلند میزنیم. تا انتهای این زنجیره ها رو داخل هر کدومشون یه دونه پای بلند میزنیم. به زنجیره آخر که میرسیم داخل زنجیره آخرمون 3 تا پای بلند میزنیم. 1 2 این هم سوم پای بلند. حالا باید بیایم سمت دیگه زنجیره ها رو ببافیم. دوباره تا انتهای این زنجیره ها داخل هر کدومشون یه دونه پای بلند میزنیم. حالا داخل زنجیره آخرمون 2 تا دونه پای بلند میزنیم که با اون زنجیره که زدیم و حکم یه پایه رو داره بشه 3 تا و به سر سومی زنجیرمون یه دونه بست میزنیم. این رج به این شکل تموم شد. انتهای این رج ما 48 تا دونه پایه داریم. خب یک رج بافتیم. برای رجای بعدی به همین شکل 2 تا دونه زنجیره میزنیم و داخل هر کدوم از این پایه ها یه دونه پایه بلند میزنیم تا انتهای رج. در آخر رج هم یه بست میزنیم. 10 رج دیگر رو به همین شکل میبافیم. من تا اینجا بافتم بچه ها. در کل تعداد 10 رج که بعدم بافتم، یه رجم که اولش بافته بودم، کلا 11 رج اینجا من با پای بلند بافتم. خب اینجا یه دونه زنجیره میزنم و حالا دوباره یک رج ساده بافی دارم، ولی به جای پای بلند با پای کوتاه میبافم. یک رج با پای کوتاه میبافیم تا انتهای این رج. اینجا این
به انتهای کار که رسیدیم میخوایم بست بزنیم دیگه. تغییر رنگ داریم به رنگ سفید و بستمون رو با رنگ سفید میزنیم. رنگ صورتیمون رو میبریم، گره میزنیم اینجا. این دوتا رو این شکلی میگیریم و توی بافت میبریم خودمون که مخفی بشه. 3 تا زنجیره میزنیم. میخوایم چین چین روی کیف رو ببافیم. یه پایه رد میکنیم، توی پایه بعدی بست میزنیم. سه تا زنجیره، یه پایه رو رد میکنیم، توی پایه بعدیش بست میزنیم تا انتها. به همین صورت ادامه میدیم. بچه اینجوری این چین چیناش هم زدیم تا انتها و اینجا یه زنجیره میزنیم و کاموای سفیدم قطع میشه. اینو باید بین بافتمون پنهون کنیم. حالا روی کیف ما یه دایره هستش، میخوایم اون رو ببافیم. برای بافتش یه حلقه جادویی میزنیم با رنگ سفیدمون. سه تا زنجیره میزنیم و داخل حلقه جادوییمون 15 تا دونه پای بلند میزنیم. حلقمون رو جمع میکنیم، به سر سومین زنجیرمون بست میزنیم، 2 تا زنجیره میزنیم. حالا داخل این 15 تا پای بلند رو هر کدومشون رو باید 2 تا دونه پای بلند ببافیم. این زنجیره حساب نیست، یعنی روی پای بلند اولمون 2 تا دونه پای بلند میبافیم. در واقع 30 تا 15 تا پای بلندمون میشه 30 تا دونه پای بلند تا انتهای رج. خب دوباره بست میزنیم اینجا، یه زنجیره میزنیم اینجا، 2 تا دونه پای کوتاه تکی میبافیم، یه دونه، 2 تا و یه دونه افزایش داریم، یعنی توی خونه 2 تا پای کوتاه میبافیم. 10 بار باید این کار رو تکرار کنیم. یه پای کوتاه تک، 2 تا پای تک و یه دونه افزایش تا انتها این کار رو تکرار میکنیم. به انتهای رج رسیدیم، بست میزنیم و ما اینجا 40 تا دونه پایه داریم. دوباره میخوایم چینچینای روی این انجام بدیم. 3 تا زنجیره میزنیم، یه پایه رو رد میکنیم و روی پایه بعدی بست میزنیم. 3 تا زنجیره، یه پایه رد میکنیم، رو پایه بعدی بست تا انتها این کار رو تکرار میکنیم. به این شکل به انتهای کار رسیدیم. یه زنجیره و کاموامون رو قطع میکنیم. بچه اینجا باید کاموا رو شما بلندتر قطع کنید. من دیگه حواسم پرت شد کوتاه قطع کردم، چون برای اتصال این روی بدن این کیف کاموا باید بلندتر باشه. حتما باید کامواتون رو بلند. برای برگ گیلاس با رنگ سبز یه دونه
گره میزنیم. برگ گیلاس 11 تا دونه زنجیره باید بزنیم. پایه اول رو رها میکنیم. تو پایه دوم یه دونه بست میزنیم. تو خونه بعدی یه دونه پایه کوتاه، تو خونه بعدی یه پایه متوسط، تو خونه بعدیش یه پایه کوتاه، خونه بعدی یه دونه بست، خونه بعدی یه پایه کوتاه، خونه بعدی یه پایه متوسط، خونه بعدی یه پایه کوتاه و 2 تا خونه آخر رو بست میزنیم داخل هر کدوم. این سمت زنجیره بود. حالا میایم سمت دیگه زنجیره ها رو ببافیم. اول یه بست میزنیم، بعد از بستمون داخل خونه بعدیش یه پایه کوتاه، داخل خونه بعدی یه پایه متوسط، خونه بعدی یه پایه کوتاه، خونه بعدی یه دونه بست. دوباره یه پایه کوتاه، خب اینجا بعد از بستی که زدیم یه پایه کوتاه، یه پایه متوسط، پایه بعدی هم یه دونه پایه کوتاه و در آخر هم یه بست و به آخر سر ما یه دونه زنجیره که رج اول ول کرده بودیم یه بست دیگه میزنیم. این میشه برگ ما. اینجا کاموا رو یه زنجیره میزنیم، کاموا رو یه کمی بلند قطعش میکنیم چون اینجا رو باید دور تا دورش بپیچیم و بعدش هم به این سفیده وصل کنیم و با سوزنم کاموا رو اینجا یه کوک بزنیم برای ساقه های گیلاس. بعدش بچه ها با قلاب باید اینو تا این نصفه این کاموا رو رد کنید بیاد از پشت کار دونه دونه اینجوری. حالا یا با سوزن هم میتونید این کار رو کنید. اینو بکشید تا بیاد پشت کار. خب به این صورت اومد این وسط و حالا من دور تا دور این یه چند دور میپیچم. به این شکل برگ این شکلی میشه. من ادامه این کاموا رو هم لازم دارم بچه ها، هم برای اتصالش به این سفیده، هم برای اینکه ساقه های گیلاس رو. خب حالا برای بافت گیلاس یه حلقه جادویی
3 تا دونه زنجیره میزنیم. داخل حلقه جادوییمون 8 تا پایه بلند میزنیم. حالا حلقمون رو جمع میکنیم و به این 3 تا زنجیره‌ای که زده بودیم بس میزنیم. بچه‌ها این ادامه کاموا رو اینجا گره بزنید، چند بارم گره بزنید و محکمش کنید. من ادامهش رو هم بین باف پنهان کردم. حالا بعد از اینکه اینجا به سوم زنجیرمون بس زدیم 2 تا دونه زنجیره میزنیم و حالا 4 تا دونه کاهش انجام میدیم. کاهشمون هم از نوع پایه بلنده. 2 تا اول رو جمع کردیم، دوباره کاموا دور قلاب میره پایه بعدی، 2 تا رو جمع میکنه و حالا 3 تا رو جمع کنه. این یک کاهش شد. 3 تا دیگه هم به همین شکل کاهش انجام میدیم. پس توی این مرحله که 4 تا کاهشمون رو زدیم یه مقدار خیلی کم الیاف داخل این گیلاسه میذاریم. آخر سرم که با اون زنجیرهایی که زده بودیم بس میزنیم. انتهای کار رو هم میتونید با نخ و سوزن یا اینکه با قلاب جمع کنید. حلقه‌های جلویشون رو بگیرید و به این شکل وصل کنید. یه زنجیره میزنیم و کاموای قرمز رو یه مقدار بلند یه خیلی کم قطعش میکنیم. خب حالا بعد از این باید این 2 تا گیلاس رو و برگا رو به این قسمت سفید رنگ وصلش کنیم. برای اتصال گیلاس ها روی رج دومی که بافتیم وصل میکنیم و بین گیلاس هامون 4 تا دونه پایه باید فاصله باشه. به این صورت میذارم و گیلاس بعدی رو پوک میزنم. ببین بچه ها یه پایه از بدنه میگیرم از خود گیلاس رد میکنم میرم پایین گیلاس و این پایین درش میارم سوزنم. یه جوری باید وصل کن که گیلاس نه خیلی شل باشه نه خیلی سفت. دوباره یه وصل دیگه میتونی به همین شکل داشته باشی که هم ابتدای گیلاس هم انتهای گیلاس روی بافتمون باشه. زیاد الان من اینو یه مقدار سفت کشیدم، زیاد نباید بکشید که فرم گیلاستون به هم بریزه. اینو این شکلی که وصل کردید پشت کار گره میزنید و محکم کاری میکنید. آخر سرم بافتو باید تمیز کنید.
حالا برای اتصال برگش 1-2 دور من پیچیدم. حالا یه بارم سوزن از خود بافت در میارم که اینجا سفت بشه. این صورت. حالا اینو میذاریم اینجا، دوباره روی رد دوم میذاریم و برگ رو وصل میکنیم. بعد از اتصال برگ باید 1-2 تا کوک ساده بزنیم برای ساقه گیلاسا. من برگ رو اینجا وصل میکنم و میام. بچه ها من یه مقدار برگ رو کج کوک زدم، کج وصلش کردم. حالا بعد اینکه کوکیش زدیم، حالا نوبت ساقه های گیلاس. این از نزدیکترین جایی که به برگ هستش سوزنم رو در میاریم و برای یک کوک بلند به این شکل میزنیم. اینو میتونید یلا باشه یا اینکه دوبار روی هر کدوم کوک بزنید برای ساقه گیلاس. به این شکل انتهای کارم که گره میزنید و کار این تمام میشه. بعدش باید اینو وصل کنیم روی کیفمون. بچه ها من برای این ساقه گیلاس 2 تا کوک زدم به این صورت که بعد مثلا اینو از اینجا در میارید، یه تاب اینجا میدید و از این پایین در میارید که اینجا یه پیچ بخوره و این 2 تا به هم دیگه بس باشه، جدا نباشه. بعد اینو روی کیف میذارید دور تا دورش رو با کاموهای سفید کوک میزنید و تا اینجای کار تموم میشه. بعد حالا برای بافت بندش که بخوایم بالاش رو جمع کنیم، با رنگ سفید یه گره زدم و 80 تا دونه زنجیره میزنم. بچه‌ها بعد اینکه 80 تا زنجیره زدیم یه مقدار میکشیم، فعلا کاموا رو قطع نمی‌کنیم. این ابتدای زنجیرمون یه مقدار کاموا اضافه که هست، اینو سوزن می‌کنیم. اینجا ما آخرین رجمون پای کوتاه بود و یه رجم پای بلند زده بودیم. از گوشه کار به این شکل سوزن رو 3 تا پایه باید رد کنیم. میکشیم و در میاریم. 1 2 3 دوباره 3 تا پایه و 3 تا پایه میبر تا آخر کار به این شکل 3 تا پایه رد میکنیم تا بیایم این انتهای کار. بچه ما این بنده رو از دومین رج پای بلند رد کردیم. به انتهای کار که به این شکل رسیدیم، ابتدا انتهاش رو به هم دیگه بست میزنیم. خب اینجا میخوایم انتهای کارمون رو یه دونه گل ببافیم. 2 تا زنجیره میزنیم داخل همینجا که بست زدیم، یه پای بلند، دوباره 2 تا زنجیره و به همینجا یه بست میزنیم. این کار رو این یه گل برگمون شد.
باید 4 بار دیگه تکرار کنیم. 2 تا زنجیره، یه پای بلند داخل همون فضاه. این کار رو تکرار میکنیم. 2 تا زنجیره و بست به داخل این. 2 تا گلبرگش. بچه آخرش که گلبرگا رو زدیم یه زنجیره میزنیم و کاموا رو قطع میکنیم. دوباره یه بند دیگه به همین ترتیبی که اینجا انجام دادیم یه بند دیگه میبافیم. چه شکلی؟ ما این بنده رو از سمت راست وارد کردیم، یه دور پیچیدیم و اومدیم اینجا بست زدیم و یه دونه انتاش یه دونه گل بافتیم. بند دوم رو از این سمت، از سمت چپ، همین خونه ها، تو همین خونه هایی که بند اول رو رد کردیم رد میکنیم، میاریم این سمت، بستش میزنیم و یه گل میبافیم. بچه ببینید اینجا من الان از همین خونه ها، از این جهت ما اولی از اینجا وارد کردیم، دوم بند رو از اینجا وارد میکنم، از همین خونه های بند رو در میارم. بچه ها به این شکل بافت کیف فانتزیمون تمام شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و حتما لایک و سیو و شیر و کامنت یادتون نره. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.